سلام به دوستان عزیزم. امروز اومدم با یک کلیپ خوشگل برای شما دوستان مهربونم. این خاکستریه، خیلی دختر ملوسیه. نگاش کنید داره غذا میخوره. این سرپرستش یه پسر جوون بود که آورده گذاشتش جلو مغازه من. این نقنقو داره غذا میخوره. غذا بهش دادمه. نقنقو این جوجه است. جوجه رو خیلی دوست دارم. جوجه قشنگه، جوجه ملوسه. جوجه مامانی. خب بریم برای ملوس حامله است. همین روزا باید زایمان کنه که مرتب میاد و من غذا بهش میدم. اینجا خیلی دختر مهربونیه. اینم فک شکسته است. فک شکسته. اگه خوب دقت کنید میبینش فکش شکسته است. یه چشمش هم نابیناست. اینم همیشه در مغازه منه که بهش غذا بدم. خب برمیگردیم میریم برای سفید خانم هم خیلی مهربونه. هر روز میاد اینجا و سهمشو میگیره. سفید دختر چقدر مهربونه سفید. خب میایم بریم بالای دیوار. بله این دوتا جوجه خوشگل خیلی قشنگن. صبح که من میام صدا کرکر مغازه رو که میفهمن سریع میان اینجا میستن که من بهشون غذا میدم. نگاه کنید دوتا خیلی هم مهربون و قشنگن. از کوچولویی هم اینجا بودن. اینم مغازه منه. مغازه مرغ فروشی، جیگر، سنگون، مرغ.